وفاداری از این خرگوش یاد بگیرید. این جفتش مرده، این نره مادهش متاسفانه مرده. از وقتی که مرده به هیچ ماده دیگه اصلا نگاه هم نمیکنه. بذارش آقا بریم ما یه تست کنیم ببینید الان یه ماده میذاریم بغلش نگاه کنیم. علی جان بیا بذار بغل نره. یعنی تعهد رو یاد بگیرید. تو زندگیتون همیشه تعهد داشته باشید. ببند الان. آقا جدا کن درش بیار در بیار. یه دیگه بیار. این ماده حالا فکر کنم خیلی خوشگل بوده، چشش گرفته اینو. یه دونه دیگه بیار. آقا اون ماده شبیه بنده خدا زن خودش بود که مرده بود، شاید با اون اشتباه گرفت. حالا یه زشتش آوردیم که هیچ شباهتی هم به خانم خدا بیامرزش نداشت. می‌بینی؟ جدا کن یه دونه دیگه. یه ماده دیگه بیار. آقا دیگه یه رنگ خیلی متفاوت آوردیم که دیگه اصلا کلا زمین تا آسمون فرق داره. اینو دیگه قطعاً چیز نمی‌کنه. داده ببند. خوشگل هم بودم. جدا کن آقا کلیپو خراب کرد. آقا دیگه آدم این بار اومدیم یه نر براش بندازیم که قطعا دیگه آقا این کارا نمیکنه. اینا به ایزای نر یه نر بندازیم براش. اون ماده گوله زدن حواسش نبوده. وگرنه وفادار این بچه‌مون. آقا بیاین بیناموس اشکی این کافور بریزید تو غذاش بینم. مرد و زن رحم نمیکنه. ببر اینو یه کافور بریزید تو غذاش.